به نام خداوند بخشنده مهربان. قصه میر جلب و میر چاکر خارانی. میربور یک دختری به اسم ملکان داشت. ملکان همونه که قصهش با میر بگده ازدواج میکنه. توی قصه ملکان و میر بگده موجوده و دو پسر به اسم جلب و تمر بودن و در دهان امروزی ساکن بودن. از قضا نواب خاران چاکر برای مال جنگی به اشاعر به اسمهای دولو، هدرو و شمسو حمله میکنه و گوسفندان و خودشون میبره که در این اثنا جلب پسر میربور با خبر میشه و 40 نفر لشکر جمع میکنه. به دنبال میر چاکر به راه میفتن. وقتی تمر میاد از ملکان میپرسه که جلب با لشکر کجا رفته. ملکان قصهش براش تعریف میکنه و تمر سوار اسب میشه و به راه میفته. بعد چند روز به جلب میرسه و حرکت میکنن و به چاکر شب هنگام میرسن که لشکر چاکر 500 نفر بوده و جلب میگه لشکر چاکر در حال استراحته. هر 5 نفر یک سنگر باشید و دور بر لشکر را محاصره کنید. وقتی محاصره کامل میشود جلب فریاد میکشه آهای چاکر، تو محاصره شدی، لشکر بزرگ من تو را نابود میکنه. چاکر میگه چه کسی هستی؟ جلب میگه من جلب پسر میربور هستم که اسمش همه جا شنیده باشی. این اشاعری که آدمهای مظلومی هستن به من تحویل بده. چاکر میگه بیا مال تا نصف کنیم، نصف تو نصف من. جلب میگه من میخوام آزادشون کنی، خودشون و گوسفندانشون هر چه دارن به من تحویل بدی. چاکر قبول میکنه. وقتی لشکر چند فرسخ دور میشه جلب محاصره را بر میداره. به چاکر میگه دیگه نبینم سر کلت اینجا پیدا بشه و جلب با لشکرش بر میگرده که شب هنگام جلب با لشکرش جای اتراق میکنه که یوسف غلام جلب شروع به طبل زدن و رقص کردن میکنن و طبل میزنن. با طبل میگه، طبل صدا میده و میگه 40 نفر ما بودیم و شما 500 نفر بودید، ما برنده میدان شدیم. و صدای طبل به گوش میر چاکر میرسه که چاکر به تبلیغ خودش میگه اینها دارن شادی میکنن، ولی تبلیغ چاکر میفهمه. اونا که تبلیغ میزنن میفهمه دیگه چی میگه. میر چاکر میگه پس چی میگین تبلیغ میگه جلب با تبلش که میزنه میگه ما 40 نفر بودیم و شما 500 نفر بودی، شما را شکست دادیم. چاکر میگه زود باشید بریم دنبالشون. 40 نفر بودن اونا. لشکر به دنبالشون میافتن و نزدیک سحر که جلب لشکرش خوابیده همه را میکشن و یوسف غلام جلب فرار میکنه. به ملکان خبر کشته شدن برادرانش میده و ملکان اول به پیش حاکم بنپور میره که جواب رد میبینه. بعد پیش حاکم کوه ملک شمس‌الدین میره، اون هم جواب رد بهش میده. بعد با خبر میشه که سرداری در بنپشت در حدیران هست که اونجا با غلامش یوسف میره که نزدیک میدان